سلام عرض میکنم خدمت شما همه عزیزان. اولین ویدیو از کانال مایند تریدر 7 هست که در خدمت شما هستم و امیدوارم که اولین ویدیو خوشیوم باشه و بتونیم در ادامه این همراهی خب اتفاقات جذابی رو با هم رقم بزنیم. من سعی میکنم که روزانه یه تحلیل واچلیست براتون بذارم که خب بتونید اگه توی فارکس کار میکنید یا همچنین کریپتو تصمیمات بهتری بگیرید در روند کلی بازار. حالا اگه پوزیشنی هم تونستیم بگیریم که در ادامه با هم میریم. سعی میکنم ویدیو خیلی طولانی نشه، نهایت 5 دقیقه 6 دقیقه بشه که وقت شما رو هم نگیره، چون تحلیل زیاد فرصت نمیخواد که شما وقتتون رو بذارید و همینطور ترید بیشترین وقتی که روی یک تریدر هست بک تست و تمرین و ژورنال نویسی که داره میگیره، نه اینکه خود ترید باشه یا تحلیل. خب میریم سراغ داو جونز آمریکا. اولین حالا اون کارنسی که توی واچ لیستمون قرار داره: طلا، یورو، یورو یو اس دی، پوند یو اس دی، یو اس جی پی وای، بیت کوین، اتریوم و سولانا. حالا این سولانا احتمالاً تغییر کنه به توکن های دیگه. توی چارت داو جونز ما فعلا یک روند نزولی رو دیدیم و در اینجا شاهد یک تریدینگ رنج خیلی واضح و دقیق هستیم که میتونه فوق‌العاده حائز اهمیت باشه در ادامه روندش. در حال حاضر ما از کف این تریدینگ رنج یک حرکت صعودی رو بالا رو داشتیم و در ادامه حرکت رو صعودی بالا احتمال داره اینجا مقدار اصلاح داشته باشیم تا این ناحیه 38,600 دلار و از اینجا مجدد بریم به سقف تریدینگ رنج خودش، یعنی 39,115 دلار. میریم سراغ چارت طلا که تحلیل روش ندارم و سعی میکنیم که با هم تحلیلش کنیم. در تایم فریم دیلی بررسیش میکنیم که در یک تریدینگ رنج فوق‌العاده تمیز قرار داره و این تریدینگ رنج احتمال داره که مجدد به سقف خودش برسه و از سقفش ریزش رو داشته باشیم، ولی خب در روزهای آینده بیشتر بررسیش میکنیم. در حال حاضر در کف این تریدینگ رنج هستیم و یه خط روند نزولی اگه ترسیم کنیم، هنوز این خط روند نزولی نشانه حالا برگشت روند مجدد به کف تریدینگ رنج ما رو میده. پس در حال حاضر میتونیم روند اصلی رو یک مقدار حالا نزولی بگیریم. اینجا من این براش رو اضافه کنم و به این صورت میتونیم مد نظر داشته باشیمش. خب توکن بعدی، ببخشید asset بعدی، میریم سراغ یورو یو اس دی. خب شاخص یورو به دلار هم هنوز تحلیلش نکردیم، پس با هم از تایم فریم دیلی شروع میکنیم و تایم فریم 4 ساعته هم بررسیش میکنیم. خب ببینید من این سقف، ببخشید کف آخر و کف بعدی که ایجاد کرده برام ناحیه مهمی هست و در حال حاضر روند کلی در تایم فریم دیلی هنوز هم نزولی هست. پس در تایم فریم 4 ساعته میتونیم از همین ناحیه که الان هست حالا یک سقف داشته باشیم و در تایم فریم 1 ساعته یک کف پایین تر داشته باشیم، یعنی این ناحیه با شکستش میتونیم این احتمال رو بدیم که بیاد تا قیمت پایین تر. حالا قیمت هایی که مشخص هست 1.07246 مهمه برای شکستش رو پایین و همینطور 1.065 حالا میتونه خیلی، ببخشید 650 میتونه فوق‌العاده خوب باشه برای بای‌ها پوزیشن های خرید. ارز بعدی پوند به دلار هست. پوند به دلار در تایم فریم دیلی خب یکم تایم فریم رو اگه ببریم بالاتر میتونید ببینید که در یک روند کلی تریدینگ رنج هست، ولی خب میاد تایم فریم 4 ساعته که بهتر بتونیم روند رو تشخیص بدیم. در تایم فریم 4 ساعته هم تقریبا میشه گفت به همین صورت روند رنج هست و بهترین پوزیشن هایی که میتونیم بگیریم توی کف خرید و توی صفحه فروش داشته باشیم. در حال حاضر یه الگوی تقریبا خوبی داره برای ما تشکیل میده. این الگوی حالا جمع شونده هست و با شکستش از سقف روی
قیمت، کم زوم کنیم دقیق تر بخوام بگم، روی قیمت 1.27328 میتونه ناحیه خوبی باشه برای خرید رو بالا، چون توی کف تریدینگ رنج هستیم. با شکستش میتونیم تا سقف بعدی یا سقف تریدینگ رنج همراهش باشیم. بریم سراغ USDJPY که در تایم فریم دیلی اگه بررسی کنیم، باز هم میبینید که در یک روند صعودی با شیب تقریبا ملایمی هستیم در تایم فریم دیلی. ولی خب اگه بخوایم بریم تایم فریم های پایین تر، 100% حالا این روند رو میتونید بهتر حالا ترسیم کنید و خب پوزیشن های بهتر بگیرید. در حال حاضر من این سقف رو مهم میبینم. ببینید دوستان، میبینید که اینجا 2 بار بهش واکنش شده و در واکنش بعدی اگر بتونه این رو بشکنه و یه حالا سقف بالای اینجا تشکیل بده، میتونیم این امکان رو بهش بدیم که تا سقف بعدی که حالا قیمت 160.209 دلار هست پیش بره. در صورتی که نتونه این بالا رو بشکنه، یعنی قیمت تقریبا 158 دلار رو 158 دلار 250، میتونیم این امکان رو بدیم که شروع یک ریزش تقریبا میان مدت رو ازش شاهد باشیم تا کف حالا قیمت 153 دلار. خب میریم سراغ بیت کوین و دوستانی که کریپتو رو ترید میکنن میتونن روی بیت کوین توی این تحلیل حساب باز کنن. خب این تحلیل هم به این صورتی که من نواحی رو مشخص کردم و خب نواحی که داریم در حال حاضر قیمت 63.460 نزدیکترین ناحیه حمایتی ما و بعد 61.513 تا به این نواحی نرسه و واکنش بهشون نده، فعلا نمیتونیم تصمیم خاصی براش بگیریم و در صورتی که برسه به سقف قیمتی خودش، اولین سقف یا اولین مقاومت 68.314 میتونه حالا ریجکت بده یا با شکست پرقدرت این ناحیه برسیم به قیمت 72,000 دلار که اون قیمت هم یه قیمت روانی هست که میبینید چند بار تا این ناحیه پیش رفته و ریزش داشته. با شکست این ناحیه میریم برای سقف‌های بالاتر که فعلا زوده براش تصمیم بگیریم. در تا فریم دیلی روی اتریوم هم میتونیم همین نظر رو داشته باشیم، ولی خب با کمی حالا تفاوت که چارت اتریوم به چارت بیت کوین داره، میتونید ببینید که اینجا سقفی که ایجاد کرد برای ما یا سقف تاریخی که این بالا داشتیم هنوز زده نشده. پس هنوز ما یک روند صعودی از کف خود حالا رنجی که در چند سال گذشته، تقریبا که میگم تقریبا 1-2 سال گذشته ایجاد کرده، یک پامپ خیلی خوبی داشت تا قیمت 4,000 دلار هم پیش رفت، ریزش داشت تا 2,900 و در حال حاضر در وسط این تریدینگ رنج قرار داریم، یعنی بین قیمت 4,000 دلار و 2,800 دلار. می‌بینید که واکنش خوبی داشته به این 50%، یعنی 50% این حالا تریدینگ رنج رو اصلاح کرده و این اصلاح این نوید رو میتونه بده که ما بریم سراغ سقف‌های بالاتر. و در اینجا تاییدیه که میتونیم در تایم فریم 4 ساعتی بگیریم، شکست تریدینگ رنج قیمت تقریبا 3,650 دلار میتونه برای ما مهم باشه که رو بالا حرکت کنیم، این تاییدیه روند صعودی رو داشته باشیم. در توکن بعدی که سولانا هست، از تایم فریم دیلی شروع میکنیم که میبینید یک روند کاملا صعودی از حالا تاریخش درست بگم از 27 دسامبر 2022 تا همین چند ماه پیش نزدیک به 1550% رشد داشته و در حال حاضر در تایم فریم دیلی میتونید این رو ببینید که خب یک رنج ایجاد کرده برای ما. این سقفی که داشته آخرین رنجی که شکسته، مجدد پول بک زده رو بالا و اگه بتونه روی این رنج حمایت انجام بشه، روی قیمت 125 دلار میتونه مجدد رو بالا حرکت کنه و این فاز نزولی که در اینجا داشته رو خاتمه بده و اولین سقفی هم که مد نظرمون هست که شکسته بشه رو بالا، میتونیم حالا سقف دقیق‌تر اگر بخوام رسم کنم، این سقف 146 دلار هست که بتونه بشکنه و رو بالا حرکت کنه. تثبیتش هم میتونه بالای قیمت 151 دلار باشه و سقف بعدی هم همون سقف حالا چند ماه گذشته خودش، یعنی قیمت 200 دلار هست.
خب این هم از تحلیل امروز. امیدوارم که خسته کننده نباشه و تونسته باشه ازش استفاده بکنید. بیشتر سعی کردم دیدگاه بدم، طولانی نشه. در ویدیوهای بعدی سعی می‌کنیم تخصصی‌تر بررسی کنیم. شاید روزی یه دونه از اینها رو اگه موقعیت خوبی داشته باشه میتونیم با هم بررسی کنیم و حتی پوزیشن بگیریم روی اینها. در ادامه اتفاقات جالبی قراره توی این کانال رقم بخوره و خب دوستانی که همراه ما باشن میتونن از تمام آن چیزی که در بازار مالی اتفاق میفته باخبر بشن و همینطور به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازارهای مالی متخصص بشن. امیدوارم که استفاده کامل رو برده باشید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.